سال بعد در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. آمادگی به این معرکه در هر کشور هر خیل صورت می گیرد. در برخی دولت‌ها حزب‌های سیاسی با تلاش‌ها برای ماندات‌های پارلمان یک یا یک و نیم سال پیش شروع می کنند. اصلا کشورهای نیز هستند که به نظر می رسد همه 4 یا 5 سال فعالیت پارلمان حزب‌های سیاسی آمادند تا هر لحظه مناسب وارد کارزار نوی انتخاباتی شوند. در تاجیکستان طور معمول احزاب سیاسی 6 ماه پیش از انتخابات به اصطلاح بیدار می شوند و آمادگی ها به انتخابات را آغاز می کنند. بر پایه قانون انتخاباتی تاجیکستان سنه انتخابات را رئیس جمهور نه دیرتر از 75 روز پیش از قطع وکالت های اعضای مجلس عالی قبلی اعلام می کند. پیشبری نامزدهای انفرادی 2 ماه پیش از انتخابات شروع می شود. احزاب سیاسی بعد از تعیین شدن روز انتخابات به پیشبری نامزدها شروع می کنند و 45 روز قبل از روز رایدهی باید رویخط نامزدها را به کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان پیشنهاد کنند. خب هر انتخابات برای حزب‌های سیاسی بیشک امتحانی سنگین است و مسئولین احزاب باید معرکه خود را با نظرداشت سبق‌های انتخاباتی پیشین به راه مانند. احزاب سیاسی تاجیکستان در کدام شرایط وارد کارزار نوی انتخاباتی می شوند و تا کجا سبق‌های معرکه انتخاباتی 5 سال پیش را به نوبت خواهند گرفت. برخی از تحلیلگران حدس می‌زنند که امسال هم حزب‌های تاجیکستان با جز حزب حاکم خلقی دموکراتی در شرایط فشار از سوی مقامات دولتی وارد کارزار انتخابات می‌شوند، زیرا به گفته آنها دولت تلاش خواهد کرد که پارلمان نوبتی هم تحت نظارتش باقی بماند. محض به همین خاطر تا حال یگان بار سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات‌های پارلمانی تاجیکستان را شفاف و عادلانه و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی نکردند. اما چرا حزب‌های چون حزب کمونیست، حزب نهضت اسلام در حالی که می‌دانند حکومت به آنها امکان حضور چشمگیر در پارلمان و یا اصلا ورود به این ارگان قانونبرا را نمی‌دهند، باز هم وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند؟ آنها به چه امید می‌بندند؟ این تلاش حزب‌ها به خاطر نشان دادن حضور خود در صحنه سیاسی است یا آنها امیدوارند که به اصطلاح قطره سنگ را می‌شکافد، یعنی نبردشان برای کرسی‌های پارلمان روز موفق خواهد بود؟ محمد علی حییت، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزبی که ادعا دارد در 5 سال پیش حکومت اکثر رایهایش را ربوده بود، در این باره میگوید: درست است که تا به امروز در تاجیکستان هیچ انتخابات دموکراتی و آزاد و شفاف برگزار نشده است. ولی صرف نظر از این هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قریب در همه انتخابات شرکت نموده است و هدف اساسی شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این انتخابات ها خب اول کسب تجربه، نمایش دادن قدرت و توان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعداً با نمایش گذاشتن کمبودی های جای داشته در روند انتخابات، بخصوص قانون شکنی هایی که از طرف گروه های متشکل قانون شکن انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی در سطح محل و مرکز رخ می‌دهد، آنها را به نمایش گذاشتن به مردم خب جمهوری و جهان آنها را معرفی کردند. رجب میرزا، یکی از فعالان حزب دموکرات و خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که خود 2 سال پیش با شرکت در انتخابات میانه دوره‌ای در ناحیه واسع امکان وکیل پارلمان شدن را تجربه کرده بود، دلیل‌های شرکت حزب‌های به اصطلاح غیر دولتی در انتخابات را با مجلس نمایندگان این گونه تشریح می‌کند. شاید کدام از همین حزب‌های سیاسی نشان دادن می‌خوان که من هستم در جامعه، کدامی از اونها شاید هم تو شرکت میکنم با اون خاطر که شاید وضعیت یک تغییر می‌یابد. ما مثلا دیده بودیم در مثال انتخاباتی سال 2010 کانی بادام که در اونجا یگانه مثلا میشد بودی اگر حزب‌های مخالفی تاجیکستان همون باشد، این شد که انتخاباتی حوزه کانی بادام با اشتراک شاکرجان حکیمov به دور دوم یعنی صورت گرفت. یعنی برای همین گونه یک حالت‌های
نامعین. امنیتی عبدالنظر تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از فعالان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که واقعا هم برخی از حزب‌ها بر روز کامیاب شدنشان باور دارند و از این رو دست از مبارزه نمیبردارند. به نظر ما چنین میرسد که بین مردم و دولت فاصله های زیادی وجود دارند که این میتواند به قاماندن کشور تا اندازه خطر ایجاد کند. به این خاطر هدف شرکت ما در انتخابات از بین بردن این فاصله هاست و همزمان خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه دولتی قرار دادن است. ضمناً اندیشه هم در ذهنها باقی است که مسئولین بعضی از حزب‌های سیاسی فقط به خاطر در صحنه باقی ماندن از همه گونه انتقاد حکومت پرهیز میکنند و به هر طلبشان بله میگویند. از نگاه تحلیلگر تاجیک احمدشاه کامیرزاده، احزاب سیاسی با شرکت در انتخابات به اصطلاح به آسیاب حکومت آب میریزند، زیرا آنها با این وسیله قانونی بودن انتخابات را تأمین میکنند. احزابی هستند که بیشترش با همون فرمان و با مصالحه کاری های حکومت پایبند هستند. مطابق با امر و فرمان های تقریبا حکومت عمل میکنند بیشترینشان. و طرف دیگری مسئله این است که حضور آنها در انتخابات به همین دلیل است که حکومت با همین راه نشان میدهد که ما در جامعه زندگی میکنیم که این جامعه دموکراتی است و در این جامعه در برابر حزب حاکم حزب‌های دیگر سیاسی هستند که در انتخابات اشتراک میکنند. خوب، این نخستین چشمانداز ما بود به انتخابات پارلمانی تاجیکستان که آمادگی ها با آن از سوی فقط چند حزب سیاسی شروع شده است و در عمق دلها البته اندکی هم باشد امید باقی است که این معرکه انتخاباتی نظر به معرکه پیشین شفاف و عادلانه تر برگزار خواهد شد. اما این موضوع برای چشماندازی دیگر است. برنامه امروز باشد اینجا پایان می‌یابد. خدا نگهبان شما.